از ادعای ابرقدرت بودن تا مبالغه رهایی منطقه از سوی طالبان، استانکزی میگوید که منطقه را از شر متجاوزین آزاد کردیم. بلخاب و آرامش قبل از طوفان والی بامیان میگوید که مولوی مهدی پیروی امارت اسلامی است و شکار تبلیغات نشوید. حملات هدفمند و پایان نسل اهل هنود در کشور. هند به سیک‌های افغانستان 100 ویزه فوری صادر کرد. از توصیه حجاب طالبانی تا مردان پشت دروازه دختران تخاری، دانشجویان دختر در دانشگاه تخار از سوی طالبان اذیت شدند. بی سرنوشته در کشور بیگانه پس از فرار مجبوریتی از خانه، پناهجویان افغانستان در پاکستان بار دیگر اعتراض کردند. و هزینه ایستادگی حتی پس از مرگ، طالبان اجازه دفن جنازه فرمانده مقاومت را در پنجشیر ندادند. شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، در مراسم افتتاحیه شرکت افغان اینوست گفته است نه تنها کشور خود را آزاد کردیم بلکه کشورهای منطقه را نیز از شر متجاوزین رها ساختیم. او اضافه کرده است که جهان باید به آنها ارج بگذارد و باوری او اکنون اگر ایران، پاکستان یا همدیگر کشورهای همسایه زندگی آرام دارند نتیجه جهاد و قربانی های افغان ها است. پیش از این معین سیاسی وزارت خارجه طالبان بارها ادعای ابرقدرت بودن را کرده بود. او باری گفته بود در جهان دو ابرقدرت وجود دارد، اول آمریکا و دوم طالبان. و دنبال نشر گزارش ها مبنی بر آمادگی طالبان برای حمله به بلخاب از چندین جهت، والی طالبان برای بامیان این موضوع را رد کرده و آن را توطئه و شایعات خوانده است. عبدالله سرحدی، والی بامیان، در بیانیه‌ای گفته است که هیچ مشکلی میان حکومت مرکزی طالبان با مولوی مهدی فرمانده هزارت تبار آنان وجود ندارد. در این بیانیه آمده است مردم عزتمند و آگاهی ولایت بامیان و سایر ولایت ها آگاه باشند که تحت تاثیر تبلیغات نادرست و این گونه جوسازی بدور از واقعیت قرار نگیرند که گویا میان حکومت امارت اسلامی و مولوی مهدی مجاهد تنش ایجاد شده است و به همین سبب حکومت برای دستگیری او نیروهای امنیتی را از چندین ولایت به ولسوالی بلخاب اعزام کرده است. والی بامیان در این بیانیه که مخاطب اصلیان مردم بامیان هستند مسئله تنش با مولوی مهدی را توطئه درونی و بیرونی خوانده و تاکید کرده است که مردم نباید شکار تبلیغات کذب بی اساس و منافقانه رسانه‌های مزدور و شبکه‌های اجتماعی وابسته به جبهه پنجشیر، جبهه کذابی مقاومت نشوند. در این بیانیه والی بامیان ذکر شده است مولوی مهدی مجاهد به عنوان یکی از فرماندهان و مجاهدان با نام امارت اسلامی متعهد به پیروی از حکومت مرکزی، تداوم ارتباطات و حفظ امنیت و مصالحه ملی کشور می باشد. این بیانیه از سوی والی بامیان در حالی نشر شده که در روزهای اخیر چندین هیئت از جانب طالبان روانه ولسوالی بلخاب شده و از مولوی مهدی خواستند که به کابل بیاید و معینیت وزارت شهرسازی را بپذیرد، اما با پاسخ منفی مولوی مهدی مواجه شدند. همچنان در این اواخر گزارش‌های از تدارک و آمادگی طالبان برای حمله نظامی به ولسوالی بلخاب در رسانه‌های مختلف نشر شده است. با این حال به تازگی نوارهای از بلخاب به نشر رسیده است که نشان می‌دهد مردم کمر مولوی مهدی را می‌بندند، اما تاریخ دقیق ثبت این نوارها روشن نیست. از سوی هم ستار احمدی، دستیار مولوی مهدی، روز گذشته شنبه در تماس با رسانه‌ها گفته است که نه طالبان تحرک نظامی در برابر بلخاب انجام داده و نه آنان برنامه نظامی در برابر طالبان در دست دارند. او افزوده است امیدواریم که اختلاف‌ها میان طالبان و مولوی مهدی از راه گفتگو حل شود. معاون مولوی مهدی هرچند تحرک‌های نظامی دو طرف را رد می‌کند اما اصل اختلاف را تایید کرده است. از جانب دیگر حکومت مرکزی طالبان تا اکنون بر اصل مذاکره و حل اختلاف‌ها با مولوی مهدی از طریق گفتگو و پرهیز از گزینه نظامی پایداری کرده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد توسل به شورای علمای شیعه و اعزام یک هیئت از این آدرس مذهبی به نزد مولوی مهدی نیز در همین راستا صورت گرفته است. مولوی مهدی مجاهد
که در چندین سال گذشته همواره بازوی نظامی قدرتمندی برای طالبان در منطقه های کوهستانی مرکزی بوده است، پس از تسلط طالبان به مدت کوتاهی رئیس استخبارات ولایت بامیان گماشته شد، اما پس از چند ماه برکنار شد و روانه زادگاهش در بلخاب شد. ناریندرا مودی نخست وزیر هند حمله بر عبادتگاه سیک ها در کابل را محکوم کرده و گفته است که از این حمله شوکه شده است. مودی در توییت نگاشته است از حمله تروریستی بزدلانه علیه گردواره کارته پروان در کابل شوکه شدم. من این حمله وحشیانه را محکوم و برای سلامتی و بهبودی قربانیان دعا می کنم. از سویم کمیته مدیریت گردواره سیک ها در دهلی نو خواستار انتقال اهل هنود از افغانستان به هند شده است. این کمیته با اشاره به اینکه از خروج جامعه سیک از افغانستان استقبال می کند، از دولت هند خواست با تمام امکانات به سیک ها کمک کند. این کمیته گفته است ما نگران امنیت و مسئولیت جامعه سیک در افغانستان پس از آن که این کشور تحت کنترل طالبان درآمد هستیم. در این حال رسانه های هندی گزارش دادند که وزارت خارجه این کشور تصمیم گرفته تا صدور ویزای اضطراری الکترونیکی را به بیش از 100 شهروند اهل هنود و سیک افغانستان در اولویت قرار دهد. همچنان وزیر ارشد ایالت پنجاب در دیدار با ناریندرا مودی، نخست وزیر هند و چندین رهبر سیاسی دیگر و نهادهای سیک از مودی خواستند تا اقدام‌های فوری را برای تضمین امنیت اقلیت‌ها در افغانستان انجام دهد. مسئولیت حمله بر عبادتگاه سیک‌ها در کابل را که منجر به کشته شدن 2 اهل هنود و زخمی شدن 7 تن دیگر شد، گروه داعش بر دوش گرفته است. منابع با آماج میگویند که طالبان از چندین روز بدین سو به بهانه‌های مختلف وارد خوابگاه دختران در دانشگاه تخار شده و باعث آزار و اذیت دانشجویان دختر میشوند. این منابع با فرستادن تصویرهای از داخل خوابگاه دختران میگویند که شماری از فردهای طالبان به بهانه‌های بررسی وضعیت و آزار و اذیت آنان پرداختند. از سوی هم شماری از خانواده‌های دانشجویان با انتقاد از این کار طالبان میگویند که طالبان حق ندارند هر زمان که دلشان خواست به خوابگاه دختران بروند و دانشجویان را مورد بازپرس قرار دهند. بر اساس روایت منابع چندی پیش محفلی در حمایت از حجاب از سوی طالبان برگزار شده بود که در آن دختران به گونه اجباری وادار به اشتراک شده بودند و آنهایی که اشتراک نکرده بودند و یا دختری که به انتقاد از طالبان در محفل سخن زد بازداشت شد. پیش از این نیز گزارش شده بود که طالبان بیشتر از 30 دانشجوی دختر را به اتهام بیرون شدن بدون اجازه از خوابگاه بازداشت کردند. شماری از این دانشجویان با آماج میگویند در وضعیتی که کشور گرفتاری بحران اقتصادی، بیکاری، فقر، ناامنی و جنگ‌های خونین است، چه انگیزه باعث می شود که نقاب اجباری برای زنان اولویت طالبان شمرده می شود. مقام‌های محلی طالبان در تخار تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. شماری از فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران افغان مقیم در پاکستان بار دیگر در پیوند به بی‌توجهی سازمان ملل در مورد پرونده هایشان در اسلام آباد اعتراض کردند. آنان میگویند که 65 روز می شود بی سرنوشت در این کشور به سر میبرند. آنان میافزایند که جانشان در افغانستان در خطر بود و اکنون در پاکستان نیست کسی صدایشان را نشنیده است. آنان میگویند اگر سازمان‌های جهانی به ویژه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به وضعیت ما رسیدگی نکنند به اعتراضهای ما ادامه میدهیم. از سوی هم آژانس پناهندگان سازمان ملل میگوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، پاکستان با ورود پناهجویان جدیدی از آن کشور روبرو است. قیصر آفریدی، معاون این آژانس، به اشاره به ورود 250,000 پناهجوی افغان در 10 ماه گذشته گفت که مذاکره با حکومت پاکستان برای ثبت نام مهاجران تازه جریان دارد. مدت 65 روز شده تقریبا که مردمی را که شما اینجا میبینین جمع شدن و دادخواهی میکنن و اما متاسفانه تا هنوز از طرف هیچ ارگانی خصوصا UNHCR و سفارت هایی که وعده دادن ویزای بشردوستانه را کرده بودند و هیچ توجهی نکردن و هیچ کسی از اینا خبر نگرفته و اینجا می رقمی که ببینیم وضعیت یک تعداد مهاجرین بی حد خراب است. می‌خوایم که هر چی زودتر کارتای خوب برای مهاجرین بدن تا که اینا که اینجا به سرنوشت اینجا موندن، می‌خوایم که زودتر اولادش را بتونن در
کنن یا در شبخانه دولتی مراجعه کنن و از کشورهایی که مهاجرپذیر است، کشورهایی که با وعده ویزاهای بشردوستانه را کرده، می‌خواهیم که زودتر اقدام کنن و قرار سرد باشن تا که فامیلایی که اینجا هستن تمامشون در امی بخشای که اونا می‌خواین در امی شرایط اینا هستن. در جمع فعالان حقوق زن و فعالان حقوق جامعه مدنی، ژورنالیست‌ها و خبرنگاران بالاترشون امر ما هستن و ما می‌خواهیم که هر چه زودتر قرار اینا رو پروسس کنن تا که اینا در کشور دوم ساکن شوند و به زندگی خود ادامه بدن. مدت 65 روز میشه که 65 الی 66 روز میشه که تعداد زیادی از پناهجویان افغان در اسلام آباد پاکستان دست به تحصن زدن و این تحصن را به این خاطر انجام دادن که از طرف هیچ نهاد حقوق بشری، از طرف سازمان ملل و از طرف کشورهای مهاجرپذیر به خواستهای از اینا رسیدگی نشده و در یک بلا تکلیفی به سر میبرند. امروز دست به یک تظاهرات گسترده زدن و جاده های اسلام آباد پیمودن و این تظاهرات همچنان در برلین و در هامبورگ آغاز شده بود و ادامه دارد. ما در وضعیت بسیار خراب قرار داریم و لطفاً ما کمک بکنین. فقط از این است که ما در وضعیت بسیار خراب هستیم. شب روز بسیار خراب داریم. شب‌های طوفانی، شب‌های بارانی، بیجایی، بینانی، همه چیز را سپری میکنیم و در وضعیت خراب تنها ما خودم نه، تمام هموطنای ما هموطنای ما در مشکلات بسیار زیاد هستند. همه بی خانه، جای، وظیفه، کل چیز خود رها کرده اینجا آمدن. مدت 9 ماه یا 10 ماه زیادتر میشه که اینجا افتادیم. هیچ که جامعه صدای ما را نمیشنوه. منابع محلی در ولایت پنجشیر به آماج گفتند که طالبان اجازه دفن یک فرمانده جبهه مقاومت را در منطقه ندادند. این منابع گفتند که جنازه فرمانده نورآقای پیش‌وقوری توسط کارمندان صلیب سرخ در بلندی های کوه دفن شده است. گروه طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفته است. گفته می شود فرمانده نورآقا 10 روز پیش در جریان درگیری میان نیروهای مقاومت و طالبان در قرارگاه خنج و پیش‌وقوری پنجشیر زخمی شد و سپس طالبان به جسد نیمجانی او تیراندازی کردند. قبلا نیز طالبان اجازه دفن اعضای جبهه مقاومت را در روستاها نداده بودند. با کمک صلیب سرخ اجساد این افراد در کوه‌ها دفن شدند. جبهه مقاومت میگوید آنها به کشته شدگان طالبان با احترام برخورد کرده و اجازه دادند که این گروه جنازه افراد خود را مطابق به ارزش‌های اسلامی کفن و دفن کنند.